من ادوکات خیردین زینالدین حمایتگری علواتشوف عمودی میباشم. یک روز پیش با وی واخورده بودم، از وضع سلامتیش پرسان شدم. صحت سلامت میشه. یگان شکایت یا عرض نسبت کارمندان مقامات حفظ حقوق عایدی نسبتش تطبیق نمودن شکنجه ندارد. همان روز با خلاصه طبی گذرانده شده که وی دکتران گذرانده او را شناس کردند و با یک بار پرسیدند نسبت یگان شکنجه زوراوری از جانب مقامات تحقیق و تفتیش پیشگی استفاده شده. عرض نمود که نسبتش یگان شکنجه زوراوری و تحقیق عملی کرده نشده است. او اظهار نمود که در نزدیکی به وی امکش و چند خویشان تبار نزدیکش واخوری نموده و از وضع سلامتیش خبردار هستند. هر یک شخصی که نزدیک است، خویش تبار نزدیکش میتواند که در اساس قانون آمده با اجازت مقامات تفتیشات پیشگی با وی واخورده از وضع سلامتیش با خبر شود.